خط ما اصلاحات بر پایه ارزش‌های دینی، اصلاحات منطبق به قانون اساسی. آقای این نکته رو مخصوصا توجه کنید. اصلاحات خط امامی، اصلاحات منطبق بر ارزش‌های دینی و در چارچوب قانون اساسی سنت از قبله و همه مقارنه بحث ما این نیست که زیر بار ظلم بریم. راه‌های به شکست کشاندن ظالمان بحثه. سلطه‌گران جهانی، منطق زورگویی استکبار، هیچ شکی ما نداریم، اما با منطق زورگویی باید با زمانی صحبت کرد که او نهایتا شکست بخوره. حرف ما اینه در سیاست بین